کسی که در روز عرفه روزه میگیره الله متعال 2 ساله گناهش را میبخشه، 1 سال قبل و 1 سال بعد. اگر میخواهید 2 ساله گناهت بخشیده باشه روز عرفه را روزه بگیر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، حضرت ابی قتاده راوی حدیث است، ابن ماجه نقل میکنه، شماره حدیث 1730 هست: صيام يوم عرفه اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده. پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم میفرماید روزه گرفتن روز عرفه 1 سال قبلی را و 1 سال بعدی را از انسان معاف میکنه گناهش را. سبحان الله. بهترین روزها در زندگی انسان 2 روز هست، یک روز جمعه هست و یک روز عرفه هست. روز عرفه روزی هست که اکثرا بنده های الله از آتش جهنم خلاص میشه. حدیث مسلم هست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، راوی حدیث ام المؤمنین بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها هست، حدیث مسلم هست 1348 حدیث است، میگه ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه و انه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکه و یقول ما اراد هؤلاء. سبحان الله. میگه هیچ روزی اکثریت نداره از اینکه از روز عرفه کرده نباشه که از آتش جهنم انسان ها خلاص میشه، یعنی آزاد میشه رقاب انسان ها از آتش جهنم و الله نزدیک میشه به بندیش. سبحان الله. ملائک فخر میورزه، افتخار میکنه ملائک به این حالت مؤمن، به این حالت مسلمانی که در روز عرفه مصروف عبادت، مصروف الله متعال، مصروف طاعت باشه. و خصوصا کسایی که در تپه عرفات حاجیا هستن، اونجا رفتن مسافر شدن، همه چیز را ترک کردن، وطن را گذاشتن، بدنهایشان خسته و ناراحت هست، موهایشان ژولیده هست، الله به اونها نزدیک میشه و انه لیدنو. در حدیث میاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، باز الله متعال میگه ما اراد هؤلاء، این گروه چی میخواه از من؟ پس اگر میخواهی که گناهات بخشیده شود، وقتی میخواهی که پیش الله متعال جایگاه پیدا بکنی، ارزش پیدا بکنی، این روز را درک بکن. روز عرفه خیلی با ارزش از نزد الله متعال. این روزی هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین خطبه خود را بیان میکنه و آخرین آیت قرآن که تکمیل میشه پیام دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که بعد از این آیت هیچ حکم شرعی نازل نمیشه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این روز خدافیزی میکنه با امتش، مردم را جمع میکنه، حجت الوداع صورت میگیره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همه خدافیزی میکنه. این هست که ارزش این روز پیش الله متعال بیشتر هست و اینجاست که الله متعال نزدیکترین حالتش با بندیش در این روز هست که و انه لیدنو. در حدیث میاد، مسلم نقل میکنه از حضرت ام المؤمنین بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها حدیث را روایت میکنه، میگه و انه لیدنو، پیغمبر فرمود که الله نزدیک میشه به بنده هایش. اوج نزدیکیت الله، یعنی الله این چانس را برای من و تو داده، بهترین چانس است روز عرفه. روز طلایی هست، باید استفاده بکنیم به یک روز 2 ساله گناهات بخشیده باشه، این بهترین چانس هست.